خب بریم سراغ ویژگی بعدی. یک ویژگی که بسیار 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 کاربردی هستش. من تصویرم رو وارد میکنم. به عنوان مثال این تصویر رو مطمئنم که با دیدن این قابلیت دقیقا مثل کالرایز خیلی هایپ میشید. میرم به قسمت هلپ، فتوشاپ هلپ. یک باکس اینجا هستش به نام کویک اکشن. ریموو بک‌گراند کلیک کنم. کار خاصی نیاز نیست من انجام بدم. اپلای رو میزنم و تمام. خیلی راحت بک‌گراند من حذف میشه. به این صورت. تصویر بعدی رو میارم. دوباره به قسمت هلپ، فتوشاپ هلپ میرم. کویک اکشن. این بار مثلا میام برای این تصویر این کار رو انجام میدم. تمام. برمیگردونم میام عقب و حالا مثلا میگم آقا من میخوام که بک‌گراندم یک مقدار بلور بشه. به این صورت برمیگردونم و تمام. اینجا بک‌گراند بلور هستش ولی یک مقدار حالا میخوام بیشتر رو بلور کنم. تمام میشه و میره. به این صورت با ویژگی نهم یعنی ویژگی کویک اکشن ها هم آشنا شدیم.